ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедвор ҳастам ки хуб ҳастен, танҳият ҳастен. имрӯз дар навор чӣ хеле мебинен тарзи пурра кардану ва духтани куртаро ман ба шумо нишон медиҳам. на инҷаро 38 мегирем. ай тарафашро 65. ана михел тах мекунем. ана инҷо бошад миёнаш 27. اینجا باشد 17. انتگه کشش باشد 23. انا من خیل میبریم. انا این طرف میکنیم. اینجا رو باشد 3 سانتی متر همه خیلی زدن در کار که شتابی که خیلی کشتا کشال نبیاد. برای همون انا میخوای کمتر بزنیم شروع میاد کشتر تنها دقیقه کشال نمیبیاد. انا میخوای میزنیم. يلي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال اینها رو من تیار کردم. انا میخل در دو طرف میمونیم 7 سانتی متر گرفتم. درازیش رو چقدر که خواهید، همین قدر که جنجک خواهید همین قدر میتوانید که گیرید. دهن کوته رو 15 گرفتم. اینجا باشد 6. اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال أنا اینجا رو من 6 گرفتم. هر دو طرف انا میخیل 6 میگیریم. انا میخیل میبریم. انا میخیل اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال انا همین رو جنجک میکنیم. حالا میخیل میچسبونیم. انا بینید علاقه من
جینجک کردم، تیار کردم. انا میخوای با ماشینا میدوزه. انا بینید الکای من دوختم، اویرلاک زدم، محکم کردم. انا میخوای لوای همین رو اویرلاک زدم. انا این رو باشد متریال که غوص بود، من فرازلین نموندم. همین خیل با ماشینا ته کردم، دهانی کوفته رو میخوای ته کردم. اینجا باشد پسکش. پس گردن را 3 میگیریم. انا میخوای اینجا باشد 6 سانتی متر میگیریم، برای اینکه از دو طرف 1 سانتی متری میدروید. انا میخوای 14 میشود. انا اینجا باشد از ترکی پسکش. من دوختم. انا اینجا باشد 13. انا میخیل نشونه میکنیم. همیره همین خیل 1 سانتی متر میدوزیم، برای اینکه همین خیل کفته خوشروی است. انا میخیل باید دوختن در کار، خیلی کشال نمیبیاد. وقتی که بدوزی خوشرو هم خیل میسته کفته. انا اینجا باشد قدی کوفته رو میگیریم. قدی کوفته 1 متر 100 گرفتیم. اینجا باشد برش 65. براش باشد 65. انا میخیل کرده. انا همین موبایل همیده فقط جینجک می فقط همین موبایل جینجک می دلاو جینجک نمی بیاد. لکه انا بینید جینجک کردم من. انا میخیل فقط موبایل لو رو بینید نیست جینجک. انا میخیل میدوزیم. انا بینید لکه من دوختم. انا میخیل خیلی گفتم فقط موبایل جینجک میآید. اینش باشد پسش میخیل پولی جینجک است. انا اینجا رو باشد کمتر همیشه 1 سانتی متر 2 سانتی متر میتوانید شما انا میخیل زنیم، برای اینکه میانش میخیل خوشروی است دستانه کمتر زدن در کار. انا میخیل
أنا ميخيل. أنا ميخيل ميدوزة. على من دوختم تیار کردم. اویلاک زدم پولی محکم. ببینید. اعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق أنا ميخيل. الخيال. اعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. اعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. اعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال. اینجا باشد 23. أنا ميخيل. پاستین رو پورا میکنیم. پاستین باشد 62. أنا اینجا باشد 25. أنا ميخيل. اینجا باشد 18. أنا ميخيل. برای اینکه زیاد گرفتیم 25 گرفتیم که باید که کمتر سری آستین ده همیشه که سری کتیف ده جینجک شود. برای همون ما کمتر زیادتر میگیریم. اگر که خواهیم جینجک کردن همیشه زیاد گرفتن در طور. اگر که نخواهیم همیشه میزنیم به جینجک میگیریم. اعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. اعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. میزنیم. اعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياته وهم همي اللي كتر خيرها ده خيرها في دمي وعايش بيه. أمي ثم أمي لحد أنا بالليل أنا ميخيل کمتر. أنا دختر تیار شد. أنا بینید که خیل آمد. پاستیناش رو چسبوندیم. همش تیار. 34. اعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. اینجا باشد 47. تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت جش باشد 50. اینجا باشد 17. تیاری دهنی کوتاه 17. اینجا باشد 33. تایی کشش باشد 23. آزیر باز در مانیکن نشان میتیم که چه خیل آمده است. همش رو این خیل میبینید.
شهداء خيرها في دمي وعايش بيه. أمي ثم أمي أنا على كاي درمانيكين بنيت تاور مداس من أنا أول حياتي وهم بنيت بوسبيناش اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش أنا إنجوش أعمل بنيت خل لها دارزو هميخل تمثال يلي الروستو مدازيس طيبة إخلي قلبها فوق تشينا دوران الخيال. أعمل لها هستو بلان نيس تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. بنيت أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. خیر دوستانی عزیز با کسانی که معقول است لایک مونین کامنتاری کنین ویدیو را پدلیت کنین تا که از ویدیوی ما خبر باشن تا نوارهای دیگر خداوند یار و مددگارتان